خدا سلام دوستان عزیز، من حکیمی هستم از فرانسه. خوش آمدید به برنامه نوبتی ما. دوستان عزیز، من فعلا قرار دارم در یکی از مسجدهای جامع شهر آژن فرانسه. شما یک دفعه مسجد رو ببینید، طرف نشون میده برادر، خیلی هم زیبا و دیدنی هم هست. تقریبا در این مسجد با گفت مؤسس اینجا میگه که 3 تا 3.5 هزار نمازگزار میتونه که در یک وقت نمازی خودش رو دایر بگردانه و خیلی هم نعمت‌های خداوند ببینید دوستان عزیز. با طرز شرقیانه این مسجد ساخته شده است، خیلی هم زیبا و دیدنی و خیلی هم با هزینه کلان. دیگر دوستان عزیز، چی گفتم شما ببینید در یک دولتی که دولت مسلمانی نیست، دولت اما ببینید شرایط مسلمان‌ها در چی سطح قرار دارد. دیگر وقت شما را زیادی نمیگیرم، وقتی شما را به خدای پاک و منان میسپارم تا برنامه‌های بعدی. خدا نگهدار. بدرود. دوستان عزیز، ما فعلا هم در شهر آژن قرار داریم، در کوچه‌های خیابان‌های دیگری این شهر و میریم طرف مرکز. هنوز در مرکز ما نرسیدیم و میریم طرف مرکز و شما ما را همراهی کنین تا با آخر برنامه را ان شاءالله که زود برمیگردیم. دوستان عزیز، در دیگه کوچه شهر هنوز ما قرار داریم. یه هم دیگه کوچه باستا که خالگاه که نزنیم و دیگه میریم دیگه طرف ها. بچه که این شهر چی بوده همه جاش ریمان رفته ساز. دوستان عزیز، خواستم که میگن در همین شهر آژن یک مسجد جامع هم هست. میریم نصیب باشه اگر اجازه بدن داخلش نوار میگیریم و یک جای تماشا میکنیم. رفتیم طرف مسجد، با ما بمانید. دوستان عزیز، ما نصیب باشه به مسجد رسیدیم. ببینید شما یک بار بیرون ببینید چه مسجد زیبا هم است، مسجد شهر آژن. و ان شاء الله میریم داخلش. نمیدانم میمونن داخل در آمدن یا نمیمونن سیام کردن. و این یکی از مسجد هایی که در شهر آژن است، مسجد جامعه. اون طرف مدرسه هست، خیلی زیبا و دیدنی. این ببینید چه زیباه. دوستان عزیز، چنانچه گفتیم این مسجد مرکزی شهر آژن و نگفتن امانت در اینجا فقط پیش نماز 1 ساعت پیش در مرکزی اساسی مسجد این دراشان باز میشده است. بعد میتونه که درون برای حالی ما فعلا بر وقتر آمدیم. مؤسس اینجا گفت که در آمدن نمیتونین، مقصد بسته است و اونجا جای طهارت خونه، جای مثلا حمام دیگه و دیگه. و این مسجد هم عبارت از سپورزال، عبارت از مدرسه، درس های قرآن، درس های زبان عربی، زبان فرانسوی و زبان انگلیسی در اینجا گفتی که داده می شود که درس ها در اینجا گذاشته می شوند. خیلی هم مسجدی بحال و زیبا و خیلی هم زیبا و دیدنی. و تقریبا این مسجد برادرها گفتی مؤسس اینجا تا 3500 نفر چی داره، جای داره برای نمازخوان ها. دیگه متاسفانه که داخل شده نتونستیم، بستگی. دوستان عزیز، بازم سلامی دوباره و ما با مسئولین را صحبت کردیم و ما را اجازه دادن، گفتن که بدرین خیلی سیامکا کنین. ببینید چقدر مسجد زیبا هم است، ماشاءالله. چه یک مسجد گفتی که بر هوا و دلکشا. اینا ببینید دوستان عزیز، این هم مسجد مرکزی شهر آژن. دوستان عزیز، این هم لوستر کلانترین یا مرکزی مسجد است. این هم محراب. چقدر زیبا و دیدنی ماشاءالله. اینجا ناسم دل کلام بوده، قریب 3000 نفر میبرده. 3.5 هزار گفت ماشاءالله. دوستان عزیز، یک چیزی که را نگفتن نماند، این طبقه اول بوده است، طبقه اول مسجد، چنانچه مؤسس مسجد گفت.
و در طبقه دوم که درآمدگاهش از طرف باید در کوچه برای باز او طرف دست چپ بالا برای دیم اتاج جای زنها بوده است. همه مساحتی که میبینید دوستان همه کلانی داشته است و زنهای اینجا هم در اینجا نماز خود را دایر میگردانده بسن. دیگه این یکی از خوبی ها و ویژگی های این مسجد که زنها علیحده نمازهای خدا میگذارند. دوستان این مسجد ببینید چقدر مسجد زیبا هم است و خیلی هم دیدنی. دوستان عزیز تقویم نمازهای در شهر اژن مسکه دی اژن اون شروع فجر ظهر عصر مغرب عشاء جمعه ساعت 2 بعد از ظهر بوده است. شام ساعت 19:30 خفتن 21 عصر 16:55 پیشین 13:45 و بامداد ساعت 6:43 و وقتی محلی شهر اژن 2023. مسجد شما دوستان ببینید باریگه خیلی هم زیبا بود. دوستان عزیز در آمدگاه اساسی مثلا مسجد از این طرف بوده است. این طرفی که ما اومدیم جای در آمدگاه مولا امام بوده. ببینیم چی داره اینجا. این هم دفترش و این طرفش در آمدگاه اینجا بوده. این در آمدگاه مرکزی و این طرف هم جای پای افضل ماندن دیگه. این طرف هم جای مردمی که مایو بسانه دیگه خیلی در آمدگاهش از طرف هایی. و هستید جالبی خوبی فرانسه در چیه که در تمام ساختمان ها و حتی ترانسپورت های شهر دوستان عزیز ببینید مسجد با تمام شرایط های زمانوی جاوگو است. سند های معیاری جهانی هم کاندیشنر داره هم گفتی گپا چی داره به خاطر گرم کردن در فصل سرما. این هم کاندیشنراش خیلی گفتی گپا که مصرف با هزینه کلان این مسجد ساخته شده است. و چنانچه گفتیم به خاطر مردمی که مایوب هستند در تمام فرانسه به نظر گرفته میشه ساختمان ها حتی ترانسپورت ها که جاهای مثلا آدم مایوب به درآمدگاهش از دیگه مثلا درآمدگاه فرق کنه یا لیفت های اوها دیگه خیلی نسبت به لیفت های آدمان سالم. خب به هر صورت میگم میریم دیگه طرف های مسجد. باور کنید در این مسجد ما که درآمدم دیگه ما بخی گفتی گپا راحت کنیم. چنانچه دوستان در برنامه‌های قبلی گفتیم سفر ما به شهر اژن ترانزیتی بود، یعنی دیگه شهر باید میرفتیم و کمی هم باشه در اینجا توقف کردیم یا که مثلا پریف کردیم چند جاهای دیدنی زیبا را با هم تماشا کردیم و اینها را هم تا توان خود چند تونستیم با نوار گرفتیم و در دو قسمت این برنامه ها را به شما پیشکش کردیم که شما ببینید شهر اژن و چگونه شهر است و از همه جالب و زیبای این شهر همین مسجد جامعه شهر اژن باشد که خیلی هم زیبا بود و برهوا. و دوستان عزیز دیگه برنامه‌های ما را لایک بگذارید، کامنت را بنویسید و با دوستان خود شریک بسازید تا که بیننده برنامه‌های آینده ما نیز گردید. دوستان عزیز شما را دعوت میکنم به چند از نوارهای کوچه و خیابان‌های شهر اژن.
دوستان عزیز اینجا رسیدیم به فرجام برنامه. این هم بود کمی معلومات درباره شهر اژن و گشت گذاری ما در کوچه ها و خیابان های شهر اژن. این هم شامگاه هست. در سفر ما به انجام رسید و نصیب باشه میریم طرف های دیگه شهر ها. شما را دیگه وقت زیادی شما را دوستان نمیگیرم. با کانال ما سر بزنید دوستان، کانال ما را سابسکرایب کنید و کانال ما ابونه شوید و با دوستان خود بفرستید و زنگوله دائمی رو برای همیشه فعال بسازید تا که بیننده برنامه‌های آینده ما نیز باشید. دیگه باقی خدا نگهداری همه ما و شما باشه تا برنامه‌های بعدی. خدا حافظ. بدرود.